دوم سس کجاب. بریم ببینیم بعدی چیه. یکی طراح گرافیست آقا میخواد. موقعیت شغلیش که تهرانه، 3 تا 6 سال سابقه کار میخواد. حقوقش هم 11 میلیون تومنه. یعنی تو 3 تا 6 سال سابقه کار میخواد 11 میلیون تومن میندازی جلو. شرح موقعیت شغلی این باحاله. مسلط به عکاسی، ترجیحاً عکاسی صنعتی. طراح گرافیک میخوای یا عکاس میخوای؟ اینو مشخص کن. تسلط به فتوشاپ و سایر نرم افزارهای طراحی. آشنا به ادیت عکس، آشنا به تدوین فیلم و ساخت تیزر. یعنی جدای از عکاس، یه فیلم بردار و تدوینگر هم میخواد. مونتور هم میخواد. آشنا به رنگ شناسی و نورپردازی. یعنی نورپرداز هم میخواد. 4 تا موقعیت مسلط به طراحی لوگو، وسط اداری، هویت بصری، آشنا به استانداردهای چاپ. تو طراحی لوگو هم انجام بدی، ست اداری هم به قول خودش انجام بدی، هویت بصری هم انجام بدی. خب این شد چند تا شد؟ 5 تا؟ 5 تا آره 5 تا شد. 5 تا آره. خلاق و ایده پرداز، علاقه‌مند کار تیمی. من نمیدونم چه تیمیه که همه این کارو باید خودی انجام بده. کار تیمی چی؟ علاقه به کار تیمی داره ها، ولی بدبخت مجبور سولو انجام بده همه چی. فکر کنم کار تیمی که میگه شاید مثلا اینا تیم فوتبال هم داره. مسلط به طراحی گرافیکی و تبلیغاتی. گرافیکی و تبلیغاتی نمیفهمم یعنی چی. متعهد، مسئولیت پذیر، منظم، سرعت عمل بالا. این یعنی چی؟ یعنی که خیلی ازتون کار میکنه. یعنی مثلا برای طراحی لوگو شما 1 ساعت بیشتر وقت نداره. من جای اونی که اینجا استخدام میشه باشم میرم یه طراحی لوگویی که نمیدونم لایسنسش از کجاست برمیدارم، یه 2 تا الکی رنگش تغییر میدم میذارم براشون، بعد ایرانی هم باشه لوگوه که بعد برن شکایت کنم، بعد اینا میلیاردی خسارت بدن تا بفهمن که طراح لوگو همینجوری کشک پشمی نیست که بیا 11 تومن به یه آقا بدی که اونم آقایی که باید خیلی احمق باشه، مغز خر خورده باشه بیاد برای این کار رو انجام بده با 11 میلیون. باز ما اون 13 میلیون بود داشتیم میگفتیم. چی بگیم؟ حالا بشه از پذیرش دانشجویان عزیز معذوریم. دانشجو نمیخواد تمام وقت میخواد، داره میگه سرعت کارش بالا باشه، این همه موقعیت شغلی و معلومه تمام وقت دیگه. و حالا کلی هم راجع شرکتش نوشته شرکت صنعتیه، کوفت زهرمار اینجوری اونجوریه، خیلی سابقه درخشانی توی نفت و گاز و پتروشیمی داره. انقدر داره بریز به پاش میکنه نفت و گاز و اینا. بیشرف انقدر پول داری پسرم بره برو خدا داره کمتر بده به کارمندات. 11 تومن زیاد، 1 تومن اضافه تر از قبلیه. 10 تومن بده دستشونه بابا. خیلی بابا بریز پاش نکنه. کلا 4-5 تا موقعیت شغلی یه نفر باید انجام بده. اذیتمون نکن. قلبم گرفت. آی گلبم. طراح گرافیک خانوم مشهد. این جالبه. موقعیت شغلی خراسان رضویه، تمام وقت، حداقل سابقه کار 3 تا 6 سال، این هم 3 تا 6 سال مثل اون قبلیه. حقوق 10 میلیون تومان. این فقط خانم میخواد. خانم، فقط خانم. شرح موقعیت شغلی، مسئولیت‌ها: طراحی و تولید محتوای گرافیکی برای شبکه‌های اجتماعی، وبسایت، بروشور، بیلبورد و سایر الهام‌های چاپی و دیجیتال. یعنی تو باید طراحی بیلبورد هم براشون انجام بدی و حالا سایر موارد چاپی و اینا، یعنی همه کار باید بکنی واسش. همکاری با تیم بازاریابی و تیم محصول برای ایجاد عکس‌های تبلیغاتی و تاثیرگذار. یعنی تو عکاس هم باشه عکس بگیری با 10 میلیون تومان. من میام بالا که قیمتو شهر. ایجاد توسعه هویت بصری برند متناسب با ارزش‌های مجموعه. توسعه هویت بصری برند ممثل 10 تومن میخوای بدی چیکار میخوای بکنی؟ شما چی فکر کردید واقعا پیش خودتون؟
فکر کردی مثلا الان تو 10 تومن میدی یه هویت بصری خیلی خوب دستت میاد، یارو میاد واسات کلی کار میکنه. نه، اونی که با 10 تومن برای تو بیاد کار کنه مطمئن باش انقدر از کنارش کار دزدی میکنه، انقدر از کنارش کار دیگران رو با ابزارالات شما انجام میده که جبران اون علاقه اون پولی که باید بگیره بشه. تهش هم چی میشه؟ تهش هم هیچی به شما نمیرسه. یعنی یهو میای میبینی که یه نفر اومد ازتون شکایت کرد که آقا هویت بصری ما رو اینا دزدیدن. مهم نیست که اگه این چیزا رو میدونستم براشون مهم بود همچین کاری نمیکردن. خب نمیدونن، چون نمیدونن واقعا. یه شرکتی الان بفهمین نمیفهمن دیگه که یه شرکتی مثل آسیاتک که سال 96 3 میلیارد تومان فقط بابت لوگوش خسارت داد. ویرایش و بهبود تصاویر محصولات سایت، توانایی طراحی بنرهای تبلیغاتی. خب اینا که چیزای عادیه، به طراح باید بلد باشی. شرایط و مهارت‌های مورد نیاز. این قشنگش کرد. برای من جالب. نوشته اولین چیز مجرد بودن الزامی است. چرا؟ 2 تا دلیل داره. یکی اینکه زنای متأهل زیاد نمیتونن شب بمونن. درسته. 2 اینکه زنای متأهل نمیتونن خب سرویس بدن. و صادقانه گفت مدرک کارشناسی در رشته طراحی گرافیک یا رشته‌های مرتبط یا 5 سال تجربه کاری در زمینه طراحی گرافیک تسلط بر نرم افزارهای طراحی. اونی که 5 سال سابقه داشته باشه یا مغز خر خورده یا اینکه 5 سال سابقه داشته تو این چاپخونه‌های سمت ظهیرالاسلام و انقلاب کارت ویزیت فقط میزده. و الان این قابلیت که تو میگی هویت بصری اینا رو آدم احمق باید بیاد با 10 میلیون تومان 5 ساله بر تو کار کنه. طرف کارت ویزیت میزده که خب بقیه آپشنا رو همین میشه که طرف مشهد بلند میشه تهران میاد کار میکنه، به خاطر اینکه یه همچه آدم های نفهم گاوی تو مشهد دارن کار میکنن، اینجوری رزومه میدن، طرف میاد میگه که تو من چی فرض کردی؟ من احمقم بیام پیش تو کار کنم؟ بعد زده مزایا، حقوق و مزایا رقابتی. 10 میلیون رقابتیه؟ یعنی چی؟ این رقابته با جای دیگه. خیلی واقعا خسنش، واقعا خسنش. محیط کاری دوستانه و پویا. شاید هم البته حقوق و مزایای رقابتی منظورش اینه که باید تو رقابت پیروز شی با دختر دیگه. نمیدونم شاید چیزای خوبی به ذهنم نمیاد و نمیخوام صحبت کنم. صحبت نکنیم. خب بعد نوشته فرصت‌های پیشرفت و توسعه حرفه‌ای. کل این چیز مورد داره. و معرفی شرکت. اوه مای گاد. من تازه فهمیدم چی شد. معرفی شرکت باحاله. معرفی شرکت تبلیغاتی معتبر اینا با بیش از 20 سال سابقه درخشان. تمام. نقطه‌ام نذاشتم. ما خیلی خفنیم. بیا. مرسی ازت که کامل توضیح دادی اصلا کجاست چیه و کامل توضیح دادی که برای چه کاری میخوای. ما دیگه ما خیلی خفنیم. همه ما رو میشناسن، ما رو نمیشناسن.